بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده و مهربان. سلام و عرض ادب و درود و احترام و همه این و آن تقدیم شما عزیزان. امیدوارم همه شما خوب و خوشحال باشین. دوستای گرامی، درسای اول، دوم، سوم، چهارم، پنجم، ششم خلاص شد. به ترتیب درس‌ها درس چندم است اگر گفتید؟ آفرین، درس هفتم است. به درس هفتم از درس‌های آنلاین مرکز آموزش موعود همراه با انجینر صاحب شفق الله جعفری خوش آمدید. شما را خوش آمدید عرض می‌کنم. استاد خود جوان است، یخ میگه من ذره پیر شدم، کدای زمستانی رو پوشیدم. امیدوارم که حال دلتان و روزگارتان خوب و خوشحال باشه و ایام زندگی به کام و وفق مرادات شما پیش بره عزیزان. آدم هر چی تلاش کنه، هر چی که انرژی خرج کنه، موفقیت‌های استاد بیشتر کسب میکنه و شما عضو کسانی هستین که در شرایط سخت تلاش میکنین و برای آینده روشن و این مرحله و این تلاش‌هایتان نامفهوم نمیمونه، حتما نتیجه میگیرین و کار اصلی است که درس‌های انجینر صاحب به شکل درست به وجه احسنش برن ویدیو را دانلود کنین. از اینترنت دارین، اگر ندارین میتونین از مرکز آموزش موعود دریافت کنین. انجینر صاحب اونها را در کامپیوتر ذخیره کرده و شما میتونین فلش برن دریافت کنین. و انجینر صاحب خیلی تشکر از شما که با این دم دانش آموزای گرامی واقعا دلسوزانه و برادرانه کار کردین. و اگر در صفحات مجازی درس‌های ما و انجینر صاحب می‌بینید، با لایک شیر انرژی بدین که ما انرژی بیشتر بگیریم و ویدیوهای بیشتر، درس‌های جالب برای شما عزیزان بسازیم. ان شاءالله هیچ چیزی برای شما مشکل در قسمت ریاضی نمیمونه. سوال چالنجی هم باشد در خدمت شما عزیزان هستیم. استاد شما هم کلام میشین بازم؟ ما هم سلامای گرم خدا خدمت یک بار به شما عزیزان تقدیم میکنم. گپ‌های خوبی را که جناب انجینر صاحب میثم تمیم برای شما گفتن، خدا کنه ازش مستفید شده باشین و من از شما فقط توقع دارم انگیزه داشته باشین و هدف داشته باشین. خیلی خوب. بله، اگر هدف داشتی انگیزه پیدا میشه. و اگر هر دوی از اینا را نداشتی، حتی یکشون داشته باشی، در مجموع به مفهوم است. و او وقتی را که تو بالای از این نگاه کردن ویدیو، حل کردن سوالهای، هر کاری که میکنی واقعا ادر نتین و از یک کلمه که یاد میگیرین استفاده کنین. با دوستایتون که دسترسی نداره کمک کنین. واقعا در شرایط فعلی اگر ما و تو صدقه جاریه است. بله، اگر من دوست خدا کمک نکنم کی تو کمک کنه؟ اگر تو نکنی اون نکنه، پس در مجموع ما پیشرفت از جامعه نخواهیم. قوت ما در اتحاد ماست. اتحاد، برادری، برابری، بگویم برای شما همراهی، هم نوایی کنین دوستایتان. واقعا شرایط فعلی هر گونه‌ای که هستن، انسان‌ها مشکلات متفاوتی دارن، کوشش کنین یاری رسانید. ما و انجینر صاحب میثم تمیم این درس‌هایی را که ما به شکل ویدیو آماده میکنیم، طبعا ما نمیگیم زحمت میکشیم، ما از این ولی تو زحمت میکشید. واقعا من درس‌هایی که بعضی وقتا استاد ساعت 6 صبح میباشم میبینم شاگردان جای میشن، ما خودم انرژی میگیرم. به خاطر چی؟ میگم ببینید اگر یک نفر از دو نفر هستم، من واقعا به خاطر یک نفر دو نفر من تدریس میکنم. به شهامت شما، به غیرت شما آفرین. و ما باز هم انجینر صاحب بشکرم چون اینجا بحث انرژی اومد. آفرین به همت شما، هدف، تلاش، اراده داشته باشین، حتما موفقیت نصیب شما میشه. استاد ادامه بده. بله دیگه من هم دیگه زیاد صحبت نمیکنم دیگه، خودتان میفهمید. قلم کتابچه را داشته باشین، همراهتان نوت بگیرین. ویدیو خود طبعا پیشتان هست، میفهمم که پیشتان هست، ولی نوت گیری برای تو 200% کمک میکنه. بله. بحث فیصد هم برای شما ان شاء الله میگیم 200% چی معنا داره باز زمان برای شما. بله. شما 100% از خوانده 200% 300% هم هست. بله. پس چی استاد؟ شما را خوش آمدید میگیم به این درس هفتم از مرکز آموزش موعود بخش ریاضی ابتدایی. خوش آمدید. قسمت ریاضی درس آخرش استاد گرامی تقریبا. بله، بخش ابتداییش البته. بخش ابتدایی خلاص میشه، واردی الجبر میشه، با هیجان، با انرژی پیش بریم به سوی الجبر. اینو میخوام که با انرژی اساساتش رو خواندید، الجبرش هم یاد میگیرید. مطمئن باش اگر مکتب بسته است بهترین استادات رو تدریس میکنن.
اگر مکتب بس است بهانه خود نداریم، ما برید آنلاین بدون هیچ توقعی بر شما درس میدیم و شما از این وضعیت استفاده کنید و به نفعتان و خودتان برسانید و بدون تلاش آدم نمیرسه به جای. پس استاد گرامی تشکر از شما، باز هم شما را باز خوش آمدید میگیم به درس هفتم با جناب صاحب گرامی. موفق و سلام علیکم، امیدوار هستم که جور و صحتمند باشین. خوش آمدین دیگه. درس هفتم هستم، بخش ریاضیات، موضوعی که باقی مانده انشاءالله میریم یک میخونیم میشه. خداوند یک را آفرید، تمام شد، تجزیه اعداد تمام شد، کسرها تمام شد، ماند بالاخره بخش محاسبات مالی. قسمی که از نامش پیداست محاسبات مالی در مواردی که در روزمره ما زیادتر باش البته مواجه میشیم، در قسمت های مالی خیلی برای ما کار میره که میریم یک میخونیم بخیر. خب محاسبات مالی شامل کدام موضوعات ما بخیر اینجا میخوانه میشه؟ اول نسبت، دوم تناسب، سوم فیصد، چهارم تخفیف، پنجم ربح یا سود و ششم مشارکت هسته. یکی این شش موضوع چی هسته؟ یک دانه یعنی میریم بخیر میخوانیمش. نسبت هسته. قبل از اینکه هر درس بخونیم دوستای عزیز همیشه ما باید تعریفش بفهمیم. خود نسبت رابطه بین دو کمیت همجنس نسبت میگه. یعنی هر وقتی که دیدین بین دو تا کمیت همجنس ارتباط برقرار کردین اینه میره نسبت میگه و معمولا خودتون هم میفهمین هر وقت بین دو کمیت رابطه ایجاد بشه کلمه نسبت ما استفاده میکنیم. بیشتر میریم خود نسبت نشان میده که یک کمیت چه مقدار بیشتر از کمیت دوم و یا چند برابر یا چندم حصه کمیت دوم میباشد. پس فهمیدیم که نسبت نشان میده که یک کمیت از یک کمیت دیگه چقدر بزرگ یا کوچک است. هر دوش هم بزرگ یا کوچک، یا هم نشان میده چند برابر یا چندم حصه کمیت دوم میباشه. خب موضوع دیگه مثلا احمد 50 ساله و محمود 10 ساله هستن، ما دو رقم گفته میتونیم. این رقم هم گفته میتونیم که احمد 40 سال از محمود کرده چی داره؟ سن زیادتر داره. یا هم به طریق دیگه چی میگیم سن احمد 5 برابر سن محمود است. خب ما گفتیم رابطه بین دو کمیت همجنس یعنی دو تا کمیت با هم همجنس باشه. چه رقم؟ سن با سن، وزن با وزن، قد با قد و همچنان پول با پول. نمیشه که پولت با وزن یکی دیگه مقایسه کنیم. اگه اونو مقایسه کردی دیگه یعنی چی هستین؟ بیسواد مطلق. پس هیچ وقت رابطه بین دو تا کمیتی که با هم دیگر هیچ رابطه ای نداره ولی ما تو رابطه میمونیم، این از لحاظ منطق دور از. خدا کنه فهمیده باشین تعریف نسبت. میریم بخیر انواع نسبت ها را میخوانیم. به صورت عموم نسبت دو نوع است، یکی حسابی و هندسی. حسابی چی است؟ نسبت حسابی حاصل تفریق دو مقدار همجنس را نسبت حسابی میگه. این دو تا کمیت تعداد اگر از هم تفریق کردین نسبت حسابیش پیدا میکنید. و نسبت حسابی زیادتر نشان میده، زیادتر نه یعنی نشان میده که یک کمیت از کمیت دیگر چه مقدار بیشتر و یا چه مقدار کمتر هست. مثلا فرمول نسبت حسابی مساوی است کمیت اول منفی کمیت دوم. بعضیا میگه کمیت دوم منفی کمیت اول هم انجام داده میتونیم. بله میتونیم ولی اونجا باز مثال بر شما بیشتر واضح میسازم که چی معنی داره. دوم نسبت هندسی است. نسبت هندسی میگه حاصل تقسیم دو مقدار همجنس را نسبت هندسی میگویند و نسبت هندسی نشان میدهد که یک کمیت اول چند برابره یا چندم حصه کمیت دوم میباشه. و خودتون میفهمین که حاصل تقسیم است. حاصل تقسیم طبعا جابش یا یک عدد ثابت میبره یا یک کسر میبره. اگر ثابت برآمد اون نشان دهنده است که چند برابر هست و اگر کسر برآمد نشان میده که چندم حصه یک کمیت دیگه میباشه. فرمولش نسبت هندسی مساوی است کمیت اول تقسیم کمیت دوم. کمیت اول تقسیم کمیت دوم میباشه. خب نکته که بسیار مهم است. به صورت عموم زمانی که اصطلاح نسبت ذکر می شود هدف آن نسبت هندسی است و بدون واحد است. یعنی نسبت هندسی واحد نداره. اگر واحد هم داشته واحداش در تقسیم است خلاص میشه، بدون واحد به حاصل میشه. همین که دیدین جای تنها نسبت به سوال گفته بود منظورش نسبت چی است؟ هندسی است. میریم بخیر مثال اول میگه شاگردان یک صنف را به دو گروه تقسیم میکنیم. اگر تعداد شاگردان در گروه اول 20 نفر در گروه دوم 80 نفر، نسبت حسابی و هندسی گروه اول دوم را دریابید. خب نسبت حسابی رو میخوایم پیدا کنیم. 80 منفی 20 مساوی به 60 و 20 منفی 80 مساوی به منفی 60.
دیدید من هر دو رقمش رو بر شما کار کردم. کمیت گروپ اول منفی گروپ دوم، گروپ دوم منفی گروپ اول، هر روش کار شدم. اوی که جواب مثبت نشان میده چی معنی میده؟ به این معنی است که گروپ دوم 60 نفر بیشتر از گروپ اول است. اوی که منفی جواب میبره به این معنی است که گروپ اول 60 نفر کمتر از گروپ دوم است. پس این است منظوره که کمیت اول منفی کمیت دوم یا کمیت دوم منفی کمیت اول انجام بده چی تغییری میاد. بعدی نسبت هندسی دوستان عزیز تقسیم میکنیم 80 بر 20 20 بر 80. این نشان میده که در حالت اول 80 بر 20 مساوی به 4 یعنی گروپ دوم 4 برابر گروپ اول است. یا هم اگر 20 تقسیم 80 کنیم نشان میده که گروپ اول 1 بر 4 حصه گروپ دوم هست. مثال بعدی میگم اگر تعداد دختران در یک مکتب 60 نفر و تعداد پسران 180 نفر باشد نسبت تعداد پسران و دختران دریابید. اینجا موضوع بسیار مهم است. من یک کلمه میخوایم برای شما ذکر کنم صورت محج پیدا کنم. اول اینجا میبینید نسبت گفته، نسبت تعداد پسران و دختران، پس منظورش نسبت هندسی است تقسیم میشه. دو پسران و دختران گفت، پسران اول آمد دختران دوم آمد، پس نتیجه گیری میکنیم که پسران بر دختران رو پیدا کنیم 180 تقسیم 60 شود. جواب میشه چند؟ 3. و این 3 به معنی است که تعداد پسران 3 برابر تعداد دختران است. مثال بعدی نسبت بین 2 کیلوگرم و 6000 گرم را دریابید. خب اولین کاری که میکنیم میبینیم دو کمیت های همجنس است، یکیش کیلوگرم از دیگهش گرم، میبینیم همجنس است باید همجنس بسازیم. بعد از 2 کیلوگرم 6000 گرم ای بر بی رو پیدا میکنیم، 2 کیلو رو تبدیل میکنیم به گرم، اون اختصار بعد از 1 بر 3 یعنی 2 کیلوگرم 1 بر 3 حصه 6000 گرم هست. موضوع بعدی که بسیار در نسبت مهم است دریافت کمیت مجهول در یک نسبت هست. یعنی در یک نسبت برای موضوع چی میده؟ در یک نسبت یکی از کمیت ها و یا نسبت یکی از آنها نامعلوم باشه برای دریافت آنها توریزه عمل میکنیم. یعنی امکان داره برای تو از معمولا دو تا کمیت مقایسه میکنیم، از این دو تا کمیت امکان داره یکی از این کمیت ها نامعلوم باشه یا نسبت از اینا نامعلوم باشه. مثالش اگر ببینید خوب ببینید نسبت بین عمر احمد و محمود 5 بر 4 است. اگر عمر محمود 12 سال باشد عمر احمد را دریابید. میبینید عمر احمد که کمیت دوم است نامعلوم است ولی نسبتش داریم و عمر محمود هم داریم. به خاطر دریافت عمر احمد چیکار میکنیم؟ ابتدا کاری که میکنیم به شکل نسبت داشته a بر b مساوی به 5 بر 4 b را داریم که کمیت مربوط به محمود میشه مخرج است دیگه 12 است ولی کمیت اول که احمد است نداریم. a بر b مساوی به 5 بر 4 است. جای b قیمتش 12 میتیم، a که نامعلوم است از حاصل ضرب طرفین وسطین پیدایش میکنیم. در تناسب بازوی رو میخوانیم حاصل ضرب طرفین وسطین a ضرب 4 4a 5 ضرب 12 6 اطراف تقسیم 4 بالاخره a چند شد؟ 15 شد. مثال بعدی میگه نسبت بین سرعت دو موتورسایکل 4 بر 3 است. اگر سرعت موتورسایکل اولی 96 کیلومتر بر ساعت باشد سرعت موتورسایکل دومی دریابید. خب یا آسان است مثل زمو ابتدای بر بی نشته که 4 بر 3 یک شدار می 96 بیره میخوایم پیدا کنیم. این از کجا بفهمیم که a نامعلومه یا b نامعلوم است؟ اون از اون قسمت گفته نسبت بین دو موتورسایکل یعنی موتورسایکل اولی بر دومی و سرعت موتورسیکل اولی داده که A است، B که موتورسیکل دومی است نامعلوم است. یعنی از مخالف متن باید بشناسیم ما. عنوان بعدی ما که است تقسیم یک کمیت و نسبت یا تقسیم به اجزای متناسبش است. به خاطر که هرگاه ما بخوایم یک کمیت را به یک نسبت تقسیم کنیم ابتدا حاصل جمع نسبت را پیدا میکنیم و امو کمیت را به حاصل جمع نسبت ها تقسیم میکنیم و حاصل ضرب هر یکی از نسبت ها میکنیم. چه رقمی در مثال بهتر میفهمیم. سعی کنید عدد 360 گفته به نسبت 5 بر 7 تقسیمش کنید. به خاطر تقسیم از این ابتدا جمع میکنیم نسبت 5 جمع 7 میکنیم. بعد از اون کمیت که 3600 البته اینجا 360 اومده 360 است در اصل سوالش تقسیم 12 شده است. جواب شده چند؟ 300 هست. اینال همین 300 در ضرب هر یک از نسبت ها میکنیم. ضرب 5 ضرب 7 میکنیم جواب پیدا میشه. اگر ضرب 5 کنیم 1500 و اگر ضرب 7 کنیم 2100 جمعش کنیم 3600 میشه. 1500 جمع 2100. مثال دوم میگه احمد و محمود و حامد در یک تجارت مشترک $45000 مفاد کردند. در صورتی که سهم احمد 2 حصه، سهم محمود 5 حصه، سهم حامد هم 8 حصه باشه مفاد هر کدام را معلوم کنید. به خاطر دریافت مفاد هر کدام ابتدا کاری میکنیم سهم ها را جمع میکنیم. یعنی قیمت 45000 تقسیم سهم های مجموعی بعد از اون ضرب هر یک از حصه ها میکنیم. یعنی ما کار کردیم 8 جمع 2 5 جمع 2 در جمع 5 15 45000 تقسیم 15 کردیم شد 3000. اینا سهم احمد چند میشه؟ ضربش میکنیم 2 ضرب 3000 6000
سهم محمود 5 است، 5 ضرب 3 15000 و سهم حامد هم است 8 است، 24000 هست. پس سهم هر کدام به شکل ما چی کردیم پیدا کردیم. میریم بخیر پیش. موضوع چی شد؟ تناسب یا پروپورشن. خب تساوی دو نسبت را تناسب میگه. خب تناسب به معنی است که دو تا نسبت با هم دیگه چی شود؟ مساوی قرار بگیره. تناسب میگه. یا اگر بیشتر از دو یا چندین نسبت هم با هم دیگه مساوی قرار بگیره، این را به تناسب گفته میشه. مثلا سعی کنین a بر b مساوی به c بر d مساوی به a بر f مساوی به g بر h همین رقم نقطه نقطه. اینا یک تا اگر مثال نشته کنیم، 1 بر 2 مساوی به 4 بر 8 مساوی به 16 بر 32 مساوی به 10 بر 20 مساوی به 30 بر 60. و نمود تناسب در اصل یک نوع دیگری از کسرهای معادل است که دارای صورت مخرج متفاوت است، ولی از لحاظ مقدار با هم دیگر کلشان چی است؟ مساوی هستند. در یک تناسب که صورت نسبت اول و مخرج نسبت دوم را طرفین و مخرج نسبت اول و صورت نسبت دوم را وسطین میگه. حاصل ضرب طرفین مساوی به حاصل ضرب وسطین است. میفهمید یک نسبت است. a به نسبت b مساوی به c به نسبت d. a بر b مساوی به c بر d، هر دوش یک رقم است. یعنی قسمت طرفین و قسمت هم چی میگن؟ وسطین هست. یعنی اگه به شکل کسر باشه، حاصل ضرب طرفین مساوی به حاصل ضرب وسطین هست. مثالش کار میکنه، البته خواصش. به صورت عموم تناسب دارای خواصهای متفاوت زیاد است، ولی ما بعضی مهماش در نظر میگیریم. میگه حاصل ضرب طرفین مساوی به حاصل ضرب وسطین. مثال ببینین به این شکل است. اینجا برای ما از طریق حاصل ضرب طرفین وسطین ما معمولا کمیت مجهول پیدا میکنیم. پیشتر در سوال تناسب هم کار کردیم دوستای عزیز. 3 ضرب x و 2 ضرب 5 10 شد. در اطراف تقسیم 3 میکنیم، اون 10 بر 3. خاصیت دوم، اگر جاهای طرفین را در یک تناسب تبدیل کنیم باز هم یک تناسب حاصل میشه. خب ببینین جای a و d را تبدیل کنیم، d و a شد، یعنی d بر b مساوی به c بر a شد. در تناسب تغییر ایجاد نمیشه و یعنی مساوات از بین نمیره. خاصیت سوم، اگر جاهای وسطین را در یک تناسب تغییر دهیم باز هم یک تناسب حاصل میشه. یعنی علامه مساوات از بین نمیره و تناسب ما پا بر جا میمونه. اینه به این شکل جای c و b را تبدیل کردیم و بازم تناسب از بین نرفت. خاصیت چهارم، اگر در یک تناسب دو طرف تناسب معکوس هم سازیم باز هم یک تناسب حاصل میشه. اینه a بر b بود b بر a شد، c بر d شد، c بر d بود d بر c شد. مثال بعدی، البته خاصیت پنجم، اگر در یک تناسب مخرج‌ها مساوی باشد صورت‌ها نیز با هم دیگه مساوی است. اینه اگر مخرج‌ها مساوی بود سوال معادلات از زیاد کار میشه. صورت‌ها را نیز اتومات با هم دیگه چی قرار بده؟ مساوی قرار بده. اینه x بر 4 مساوی 3 بر 4 مخرج‌ها مساوی است، پس x مساوی به چند میشه؟ 3. خاصیت ششم، اگر در یک تناسب صورت‌ها با هم مساوی بود مخرج‌ها نیز با هم دیگه چی است؟ مساوی است. اینه به این شکل صورت‌ها مساوی است، مخرج‌ها متفاوت و نتیجه گیری میگیریم که باید مخرج‌ها نیز با هم دیگه چی باشن؟ مساوی باشن. مثال ببینید 3 بر x جمع 5 مساوی به 3 بر منفی 2x منفی 4. در نتیجه به خاطر که ما x پیدا کنیم مخرج‌ها رو مساوی به قرار میدیم. مخرج‌ها رو که مساوی قرار بدیم x بالاخره جواب برآمده منفی 3. یعنی از طریق معلوم مجهول کار شده دوستا. در قسمت حل ازی یک کمی توضیح بدم چگونه حل شده. ما ابتدا کاری که میکنیم منفی 2x این طرف انتقال بدیم، 4 این طرف انتقال 5. زمانی که منفی 2x انتقال بدیم این طرف میشه x مثبت 2x مساوی است به منفی 4 که بود از قبل منفی 4. این مثبت 5 اون طرف میره منفی چند میشن؟ 5 میشن. x جمع 2x میشه چند؟ 3x علامه مساوی منفی 4 منفی 5 منفی 9 هست. حاصل 3x هم میخوایم اطراف تقسیم 3 میشه، تقسیم 3 میشن 3 با 3 خلاص 1 3 3 3 3 9. بالاخره در نتیجه دوستای عزیز x ما برآمد جواب چند؟ منفی 3. اینجا منفی 3 برآمد، اینجا چی شد؟ منفی 3 برآمد. اینا رو پاک میکنیم. خاصیت هفتم رو بشنوین. میگم اگر در یک دو تناسب با تناسب سومی مساوی باشه پس این دو تناسب نیز با هم دیگه چی هستن؟ مساوی هستن. خاصیت هفتم برای ما میگه هرگاه دو تا تناسب داشته باشیم این یک با تناسب سومی این دو تا مساوی باشه نتیجه گیری است که دو تا تناسب بین هم دیگه چی است؟ مساوی است. مثل از این میمونه که ما 3 تا برادر باشیم، ما 3 نفر مثلا باشیم، من و نفر دومی با نفر سومی ما برادر هستم، نفر دومی با نفر سومی برادر هستن. پس در نتیجه گیری نفر اول که ما هستم با نفر دومم نیز چی هستیم؟ برادر هستیم. اینیام در شکل فرمول عمومیش که نوشته شده.
خاصیت هشتم طریق نوشتن دیگری یک تناسب است که یک تناسب دیگر چه رقم نوشته میکنیم؟ A به نسبت B به نسبت C مساوی D به نسبت E به نسبت F. این نوشته میتونیم A بر D مساوی به B بر E، یعنی یک و یک به رقمی اینی را که اول از در نظر میگیریم، این رقمی اینم که اول از اینم که اول از در نظر میگیریم، یک نسبت تشکیل میدیم، اون جواب نوشته میکنیم. مثال ببین A به نسبت B به نسبت C مساوی به C به نسبت 5 به نسبت 9، A بر C مساوی به B بر 5 مساوی به C بر 9 هست. یک کمی تیز میگم که خسته کن برای شما واقع نشه. چای و کلچه تان در پولیتون بانن که انشالله از ویدیو لذت ببرین. مثل از این که فکر کنین سریال سیل نمیکنین، فیلم ریاضی سیل میکنین. درست است؟ انواع تناسب هست. به صورت عموم تناسب از نگاه تعداد نسبت ها دو نوع است دوستان عزیز. یکی تناسب ساده، دو تناسب مرکب است. تناسب ساده یا بسیط هم برش میگن. به تناسبی گفته می شود که تنها و تنها دو تا نسبت با هم دیگه چی باشه؟ مساوی باشه. مثلا اینه A بر B مساوی به C بر D هست. تناسب ساده از نگاهی که بین دو تا نسبت مساوی است. تناسب ساده دو نوع است در خودشان، یعنی یکی تناسب مستقیم، دیگری تناسب غیر مستقیم. اولش که تناسب مستقیم است چی است؟ با تناسبی گفته می شود که با زیاد شدن یک کمیت دیگه هم زیاد شود، یا برعکس با کم شدن یک کمیت دیگه هم چی شود؟ کم شود. ماننده رابطش مثلا میتونه رابطه بین سرعت و فاصله. معلوم داره هر چه سرعت زیاد شد فاصله بیشتری رو چی میکنی؟ بیشتر، یعنی فاصله بیشتری رو طی میکنی. کارگر و مزد، هر چه تعداد کارگر زیاد شود اما قدر مزد هم زیاد میشه. همین رقم میتونیم تعداد زیاد در نظر بگیریم. برای حل از این گونه تناسب ها از برابر قرار دادن اصل ضرب طرفین وسطین ما پیدا میکنیم. بیشتر مثال هم کار کردیم. مثال ببینید، قیمت 16 قلم 80 افغانی است، قیمت 24 قلم را دریابید. خب ما ابتدا کاری که میکنیم دوستان قبل از اینکه اینجا ببینید، همیشه در سوالات تناسب، همیشه در چی؟ سوالات تناسب اولین کاری که میکنیم کمیت مشخص کنیم. کمیت اول چی است؟ قلم، میتونی نوشتهش میکنی. کمیت دوم چی است؟ پول هست. یکی تعداد قلم، دیگهش پول. تعداد قلم خودش گفته 16 قلم ما میشه جوابش چند؟ 80 افغانی هستن. برای ما گفته 24 قلم، اینجا نوشتهش میکنیم چند قلم؟ 24 قلم چند افغانی میشه. اکس است نامعلوم است. و به خاطر اینکه ما پیدا بتونیم این رقم نسبت تشکیل میدیم. ببینید اینه 16 بر 24 80 بر x هست. ما پیشتر برای شما توضیح دادم دیگه دوستان عزیز. ابتدا گفتم که کاری که میکنه اینجا نوشته میکنه تعداد قلم، اینجا پولش هست. کمیتی که مشخص شدی گفتیم 16 دانه قلم شد چند؟ 80 افغانی. 24 دانه را از ما سوال کرده که چند افغانی میشه. خط بر و خط بر. چون ما میفهمیم تناسب مستقیم است. از کجا بفهمیم تناسب مستقیم است دوستان عزیز؟ خب اینو میفهمین که اگر قلم زیاد شود پیسش هم زیاد نمیشه. خب میشه. دیدیم با زیاد شدن یک کمیت دیگه اتومات خودش زیاد شد. پس نتیجه گیری میکنیم که چی است؟ رابطه مستقیم است. پس به این شکل خط بر بکش مساوات بعد از او حاصل ضرب طرفین مساوی با حاصل ضرب چی؟ وسط این رو پاک میکنه و حاصل برابر 120. مثال دوم ببین، مزد 12 کارگر 4200 افغانی است، مزد چند کارگر 11200 افغانی میشه. خب ابتدا مشخص باید بسازی که آیا تناسب مستقیم است یا غیر مستقیم. ببین 12 کارگر 4200 میگیره، چند دانه کارگر 11200 میگیره. تعداد زیادتر کارگر یا کمتر؟ معلوم داره زیادتر. پول که زیاد شد تعداد کارگر هم زیاد میشه. پس تناسب چی است؟ مستقیم است. برای الان همو کارا میکنیم. اون جواب برآمده چند؟ 32 تا کارگر که مزدشان میشه 11200. مثلا البته تناسب غیر مستقیم است. نوع دوم تناسب با تناسب گفته میشه دوستان عزیز که با زیاد شدن یک کمیت دیگه کم شود، یا با کم شدن یک کمیت دیگه چی شود؟ زیاد شود. مثل رابطه بین سرعت و زمان. هر چی سرعت تو زیاد شود زمان رسیدن تو به خانه کم نمیشه؟ میشه دیگه. دیدیم سرعت و زمان رابطه غیر مستقیم داره. سرعت زیاد شد زمان کم. تعداد کارگر و مدت کار معلوم داره است. یک کار 4 نفر در 2 روز اگر انجام بده 8 نفر در چند روز خلاص میکنه؟ خب در 1 روز خلاصش میکنه، چون تعداد کارگر زیاد کردی روز کار کم میشه. برای از اینکه ما تناسب غیر مستقیم حل کنیم دوستان عزیز، کاملا مشابه با تناسب مستقیم عمل میکنیم ولی با یک تغییر که اونمو تناسب را
یکی از نسبت ها را برعکس میسازیمش. یکی از تناسب ها چی میسازیم؟ برعکس میسازیم، به خاطر چون تناسب غیر مستقیم است دیگه، با مستقیم که تبدیل شد دیگه باز طرفین وسطین میکنیم، جواب چی میشه؟ پیدا میشه. مثال میگه هرگاه 12 کارگر یک کار را در 8 روز خلاص کنه، 16 کارگر همان کار را در چند روز خلاص میکنه. خب میفهمیم تعداد کارگر زیاد روز کم میشه. اینجا ما 12 بر 16 نسبتش تشکیل دادیم، 8 بر x هم تشکیل دادیم، ولی یک چیز هنوز ما مساوات نگفتیم. چرا؟ چون یک کسر باید برعکس بسازی تا تناسب مستقیم شود و مساوات برقرار باشه. یعنی کار انجام دادیم و جواب بالاخره جواب شده چند؟ 6 هست. طرفین وسطین کلتون یاد دارین دیگه دوستای عزیز. مثال دوم میگه احمد یک کار را در 9 روز تمام میکنه، محمود در 6 روز انجام میده و محمود میگه اگر احمد و محمود هر دو یک کار انجام بده در چند روز خلاصش میکنه. برای از این سوالات دوستای عزیز، چون این سوال تناسب غیر مستقیم هست، یعنی فرمول از یادتان نره. فرمولی است 1 بر m جمع 1 بر n، همین رقم جمع نقطه هر چقدر تعداد نفرها باشه یا نسبت ها باشه دمی فرمول میندازیمش. فعلا یکیش 1 بر 9 است، دیگهش 1 بر 6 است. دمی فرمول جای m و n اونم 6 و 9 هر چی بود میندازیم. جواب انداختیم، بالاخره جواب چند شد؟ 3.6. پس این فرمول در قسمت تناسب غیر مستقیم خیلی رول داره. در سوالات تمرین اگر ریاضی ابتدایی موعود ببینین، اونجا تعداد نل ها هست. یعنی یک نل میگه یک عوض در 2 ساعت، نل دیگه در 3 ساعت، نل دیگه در 6 ساعت پر میکنه. اگر هر 3 نل همزمانی نل پر کنه در چند ساعت خواهد پر کرد؟ خب کاری که میکنیم چیکار میکنیم؟ اونم نسبتش تشکیل میتی 1 بر m جای بر m و n قیمت داده میری. اگر 2 تا کسر بود، 3 تا بود، 4 تا بود، فقط یکی بر از اون اضافه کرده بودش، فرق نمیکنه. ما تناسب نوع دوم تناسب مرکب است دوستان عزیز. میگه هرگاه بیشتر از 2 نسبت با هم دیگه مساوی قرار بگیره تناسب مرکب میگه که دایی رقم طرفین وسطینش کدام است؟ صورت کسر اول با مخرج های کسرهای بعدی طرفین است و مخرج کسر اول با صورت های کسرهای بعدی وسطین است. این قسمت هم برای شما گفته شده، البته از نامنظم بوده چون علامه ضرب بوده و در قسمت پاورپوینت درست خوانده نتونسته. مثال ببینین 8 نفر کارگر روزانه 6 ساعت کار میکنه، یک کار در 12 روز تمام میکنه. اگر 10 نفر کارگر روزانه چند ساعت میکنه کار کنه تا اون کار در 9 روز خلاص کنه؟ تناسب میبینیم 3 تا شد، پس یک تناسب مرکب است. برای حل از این تو کار میکنیم. دوستای عزیز گفتم پیشتر کمیت خیلی مهم است. در این قسمت سعی کنین اولین چیزی که انجام داده شده چی است؟ کمیت ها مشخص شده. یکی ساعت درسی است، اولیش، دیگهش که است کارگر هست. البته اینی ساعت درسی است، اینی چی است؟ ساعت کاری است. میبخشید اینی هم چی است؟ کارگر است، تعداد کارگر است. و کمیت سوم ما روز هستن. اینه که مشخص ساختیم، بعد از او باز میریم تناسب خبر میکنیم. میگه 8 تا کارگر با کار روزانه 6 ساعت امو کار در 12 روز خلاص میکنه. 10 تا کارگر امو کار در چند ساعت، یعنی در 9 روز خلاص میکنه، چند ساعت کار کنه. کاری که میکنیم برای حل از این دوستای عزیز، کار ما همیشه در حل این گونه سوال ها ابتدا کاری که انجام میدیم کمیت مجهول داره ما به شکل در یک طرف مساوات نوشته میکنیم. این به این شکل بعد یک طرف مساوات نوشته شد 6 بر x 6 بر x نوشته میکنیمش، علامه مساوی را قرار میدیم و اونجا کسرهایی که در طرف دیگه مساوات قرار میگیره را میریم یکایک مقایسه میکنیم. چه رقم؟ خب ببینیم 6 بر x نوشته کردیم، 6 ساعت است دیگه. 6 بر x کمیت ساعت است نامعلومه. ابتدا با روز مقایسه میکنیم. اگر یک نفر با کار روزانه 6 ساعت یک کار انجام بده در 12 روز خلاصش میکنه، درسته؟ این با کار روزانه چند ساعت در 9 روز خلاصش میکنه. کار زودتر باید خلاص کنه، باید تعداد ساعت کاری را زیاد نکنه، طبعا زیاد میکنه. پس دیدیم این تناسب غیر مستقیم است دیگه. چرا؟ چون تعداد ساعت کاری زیاد شد، تعداد روز کم میشه، زود خلاص میشه. پس اینی کسر به شکل 12 بر 9 نمیمونه. سعی کنین دوستای عزیز، به شکل 12 بر 9 نشده. این یک نسبت است، این هم یک نسبت است، این هم چی است؟ یک نسبت است. ولی این نسبت این چی شده؟ برعکس 9 بر 12 شده. 9 بر 12 چون تناسب چی است؟ غیر مستقیم هست. تناسب بعدی را اگر ببینین 8 بر 10 سیر برعکس میسازیم 10 بر 8 میشه. در نتیجه کاری که انجام میدیم اون یک نسبت تشکیل میشه، صورت با صورت ضرب کن 9 ضرب 10 90 12 ضرب 8 96 طرفین وسطین x پیدا میشه 6 4.
مثال بعدی رو ببین. دکتر 200 مریض با کار روزانش 5 ساعت تمام میکنه، در 8 روز معاینه میکنه. با کار روزانه 5 ساعت در 8 روز 4 تا کمیت داریم. 10 تا دکتر میگه 300 مریض با کار روزانه 6 ساعت در چند روز خلاصش میکنه. کمیت ها رو مشخص ساختیم ابتدا و کمیت مجهولات در یک طرف مساوات بعدی کسر نسبت هایش مقایسه میکنیم یک یک. اگر مستقیم بود دوستای عزیز کسر در حالت خودش، اگر غیر مستقیم بود برعکسش کو اون ضرب میکنیم. بالاخره جواب برآمد چند؟ 12 فیصد. دوستای عزیز که هست در مجموع یک عدد اگر جنس 100 محاسبه کنیم یعنی میره فیصد میگه، یا فیصد میگم یک کسری است که مخرج سرد است. چه رقمی؟ مثال ببین 2 فیصد یعنی 2 بر 100، 2 تقسیم 100 که 0.02 میشه. 140 فیصد یعنی 140 تقسیم 100 1.4 است. 500 فیصد یعنی 5 بر 100 هست. 5 واسهشون 5 میشه. معمولا ما از 100 فیصد بیشتر نداریم دوستای عزیز. اگر جای 200 فیصد 300 فیصد دیدین منظور از این 3 چند و 4 چند است. یعنی میگه تو چند فیصد اطمینان داری، باز تو میگی من 300 فیصد اطمینان دارم، یعنی 3 برابر اطمینان دارم. با اون خاطر قیمت اگر فیصدی جای شنیدین از 100 فیصد بیشتر نیست، ولی اگر اطمینان بیشتر باشه اونجا کلمه 3 چند و 4 چند به جای از او فیصد استفاده میکنن. مثالای بعدی که نوع سوال دیگه چی هست؟ میگه 20 فیصد عدد 120 چند است؟ برای حل از این سوالا 20 فیصد یعنی 20 بر 100 دوستای عزیز، درست است؟ ضرب از می عدد کو، ضرب اون عدد میکنیم، حاصل پیدا کو، جواب 24 است. بسیار ساده. اگر بگه 20 فیصد عدد 2000 چند است؟ 20 بر 100 ضرب 2000 جواب پیدا میشه. درست است؟ هیچ نیاز به تشکیل تناسب نیست. 35 فیصد عدد 2000 چند است؟ 35 بر 100 ضرب 2000 که جواب چی میشه؟ پیدا میشه. اون 700 برآمد. مثال بعدی نوع سوال دیگه که از فیصد میگه از یک صنف 80 نفری 60 نفر کامیاب شده، فیصدی کامیابی را دریابید. خب دوستای عزیز ابتدا کاری که میکنید کمیت ها را مشخص کنید، تعداد شاگردها هستن کامیابا البته و دیگه شون فیصدی هستن. تعداد شاگردها اگر 80 بود 100 فیصد تشکیل داده، 60 نفر چند فیصد تشکیل میده؟ خواهیم تعداد کامیابا فیصدی شاگردها پیدا کنیم. طرفین وسطین میکنیم، نسبتش اول تشکیل میدیم، بعد از مرحله بعدی طرفین وسطین اطراف تقسیم 80 میشه، بالاخره جواب میبره 75 هست. اینی بود کل داستان در مورد فیصد. عنوان بعدی تخفیف از دوستان عزیز. فروشندگان میگه علاوه به خاطر که مشتری رو جلب کنه یک جنس از قیمت اصلی از او کمتر میفروشه، اینمی عمل تخفیف میگن. تخفیف در حقیقت نوعی از استفاده فیصد است در امور تجاری و نظر به قانون فیصد محاسبه میشه. یعنی فیصد و تخفیف با هم فرق نداره، مثالش یک رقم است. درست است دوستان عزیز؟ مثلا میگه یک قیمت است یک کالا 100 افغانی است، میگه ما رو 5% تخفیف میدم. اینا تو چون ریاضی میفهمی 5% برو پیدا کن که 5% تخفیف چند برای ما تخفیف داده. موضوع بعدی ربح هست یا سود است. مفادی که از یک سرمایه در یک مدت و نرخ معین برای ما به دست میاد اون ربح یا سود است. و ما به صورت کلی دو نوع ربح داریم، یک ربح ساده، دو ربح مرکب. چون در تخفیف و ربح اینا ما قدر سر و کار نداریم در ریاضی، یعنی بعد از این برای ما مشکل ساز نیستن. دوستان عزیز فهمیدین؟ تا می فیصد برای ما یعنی کاربرد داشت در ریاضی، بعد از این دیگه کاربرد نداره. به اون خاطر من دیگه روی زیاد نمیپیچم، فقط یک معرفی کلی میکنم. اگر زیاد علاقه‌مند بودین خودتون میتونین در کتاب رجوع کنین. ربح ساده برای ربحی است که از زمانی که مفاد به دست میآید، این ربح مفاد ساده که است در خود سرمایه اصلی یک جای نمیشه. در زبان عامیانه اگر برای شما بگویم این ربح خالص است که به دست میاری، همون مفاد خالص است، یعنی که سرمایه اصلی یک جای نشده. یعنی به این شکل این فرمولش است سرمایه ضرب مدت ضرب نرخ تقسیم 100. و ربح مرکب ربحی است که در او فایده بحث سرمایه علاوه میشه، یعنی اینجا کد پول یک جای میشه. اگر مثلا دیده باشین بعضی وقتا در بانک های معاملات زیادتر صورت میگیره. فرمولش هم به این شکل است. البته قوسش نامد اینجا دوستای عزیز، قوسش قوس است یک جمع کل به نمای n هست. درست است دوستای عزیز؟ اینی بوده است ربح. موضوع بعدی مشارکت است. مشارکت یعنی شریک قرار داده شده، یعنی یک چند نفر شریک میشن. 4 حالت داره، حالتاشو برای شما صرف میگم. میگه هرگاه در یک تجارت چندین نفر با هم سهیم میشه، یک جای تجارت میکنه، به نام مشارکت میشه. فایده و نقص از اون نظر به حالات ذیل تقسیم میشه. یکی هرگاه سرمایه و مدت مساوی باشه، فایده و نقص بالای افراد تقسیم میشود. هرگاه سرمایه ها مساوی و مدت ها مختلف باشه، فایده و نقص به نسبت مدت تقسیم میشه. هرگاه مدت ها مساوی و سرمایه ها مختلف باشه، فایده و نقص به نسبت سرمایه تقسیم میشه. و حالت چهارمش هرگاه هم مدت ها و هم سرمایه ها متفاوت باشه، فایده و نقص به نسبت حاصل ضرب مدت و سرمایه چی میشه؟ تقسیم میشه. این مثالاش چه رقم حل میشه؟ فرمولش چی است؟
در مثال میتونه خودتون در کتاب ببینید. خب دوستای عزیز، اینی بود آخرین موضوع از بخش حساب. بخیر، ما در درس بعدی درس طاقت و جذر شروع میکنیم، یعنی شروع الجبر هسته، وارد الجبر کم کم میشیم دیگه. انشاءالله در او قسمت طاقت و جذر که خواندیم، بعد از او باز میریم ستها را میخونیم، بعد از او راجع به افادهای الجبری صحبت میکنیم. در اینجا بالاخره ما خدا یک را آفرید تمام شد، اعداد تمام شد، یک خلاص شد، یم خلاص شد و بالاخره محاسبات و مالی هم چی شد؟ تمام شد. و این بچه هم یک خوشحالی کرده که ما حساب را چی کردیم؟ تمام کردیم. خدا کنه درس فهمیده باشین و از درس لذت کافی را برده باشین. با کامنت های زیبایتان، با لایک، شیر یا هر چیزی که میتونین به هر کس شریک بسازین، شما با ما انگیزه میتین تا ما فعالیت های خودم امیر رقم به خیر ادامه بدیم. الله یار و مددگار شما. بدرود.